بالاخره آپدیت جدید همستر هم اومد. برای ما گفته که چی کارهایی را باید داخل همستر شما انجام میدادید که توکن بیشتری همستر شما دریافت کنید. حداقل شما باید کارت هایتان را یک بار آپگرید کنید که من 50 تا از این کارت ها را آپگرید کردم. گفته شما حداقل باید کارت هایتان را لولشان را به لول 15 برسانید که من 50 تا از این کارت ها را لولشان به لول 15 رساندم. همین رقم گفته لول کارت هایتان را به 25 برسانید و هر چی شما این کارت های بیشتری را شما لولشان را به 25 برسانید توکن بیشتری را دریافت خواهید کرد. همین رقم گفته شما باید سکه های بیشتری همستر را داخل بازی جمع آوری میکردید. یعنی شما تا 15 میلیارد سکه همستر میتونستید جمع آوری کنید. هر چی بیشتر این مرحله را شما انجام بدید توکن بیشتری برای شما تعلق میگیره. و همین رقم گفته اینوایت فرندز، یعنی شما هر چقدر بیشتر دوستانتان داخل بازی دعوت کنید توکن بیشتری را شما دریافت خواهید کرد. همین مرحله را تا آخر شما هر کدامشان که از اول تا آخر بیشتر انجام داده باشید توکن بیشتری برای شما تعلق میگیره. حتما ویدیو را لایک و پیج فالو داشته باش و طریقه آموزش خرید و فروش هم حتما برای شما میگذارم. زمانی که بازی نقد شود، از زمانی که شما همسترتان انتقال میدید به کیف پول، از کیف پولتان به صرافی و از صرافی به جیبتان، همه ایشان آموزش برای شما میگذارم.